دفتر رو باز کنیم. آفرین، فکر نمی‌کردم این همه زرنگ باشه. نه اینا 1876 تا فایله. خب بذاری من سرچ کنم بر حسب دیت، چون فقط امروز رو میخوام که به قبلش کاری ندارم. چه ساعتی بود؟ چقدر زیادم. ببین از اول میریم یا از اول چی؟ از آخر شروع کنیم ایمان. از آخر شروع کنیم طول میکشه. این پسره گفتم الان میرم هاردبک میدم. دست به چیزی نزنی. مهندس نمیخواین حرف بزنین؟ دیشب چی دزدیدین؟ دیشب کلی پارچه از این کارخونه رفته بیرون. کار شما بوده. من نمیدونم شما از چی حرف میزنید. این همه پرونده دست توش رفته. من اصلا باورم نمیشه بهنام. پول گرفتین این کارا رو کردین؟ واقعا من نمیدونم از چی حرف میزنید. مهندس بهتر اعتراف بکنین، حرف بزنین. حرف بزن بهنام، حرف بزن، دارم دیوونه میشم. اینها رو چی میگین؟ اینم کار شما نبوده؟ اجازه بدین توضیح بدم. آقا ما رو اینجا علاف کردی؟ اگه نمیذاری بریم داخل این آقای استخدامو چیه زدی؟ بنده چشم سوم آقای نوری هستم. سعی میکنم این مشکل به زودی حل بشه. آقا ما از راه دور اومدیم، گرفتاریم، اگه راه نمیدیم برگردیم بریم خونمون. دوستان عزیز، به خاطر مشکلی که توی کارخونه رخ داده فعلا اجازه ورود به داخل رو ندارید. این آگهی چیه پس زدین شما؟ آقایون لطفاً بفرمایید بیرون. خواهش میکنم بفرمایید. کی داری پیام میدی؟ به تو چه؟ به شما ربطی نداره. چون فردا قرار شد برای نمایشگاه آلمان و بعد بازدید
شهر استانبول، فروشگاهی که میخواد اونجا افتتاح بشه. به اتفاق دوست عزیزمون برم برای سفر، شرکت با شما میسپارم. به سفرتون برسین، سفر خوبی براتون آرزو میکنم، خیالتونم راحت باشه. سلام نکنه. وقت عزیز شما رو گرفتم. معذرت میخوام، چشم سوم با شما کار داشتن؟ بله بیان. بله یعنی جوابو گرفتم. حاجی از شرکت دزدی شده. جانم الو بهنام راست میگی گوشی تو بردار. جون مانی چند دفعه گرفتمت ولی نمیدونم چرا هم میره رو حالت پرواز. خودی جون بچه رو قسم نخور. میگم جون بچه رو قسم نخور. گوش بده ببین چی دارم بهت میگم. گوش بده ببین من الان کارخونم بهنام، کارخونم خب آره چند تا از این تاجرای خارجی رو برداشتم آوردم کارخونه رو بهشون نشون بدم. خب مانی رو فرستادم پیش تو. الان پیش توه؟ من که جلسه داشتم دیگه گفتم بیا پیش تو. پیش من چرا؟ عزیز من خب بچه دلش برای بابا جونش تنگ شده. چی میگی تو؟ قربونه بعدم میبینمت. خدافظ. خیلی خب بهت زنگ میزنم. بزن. سلام مهندس، ماشین رو برام تو. یا بیام بهش بزن. چشم مهندس، برو چش. صبح بخیر. سلام. شما دیگه سلام. سلام. گفتم صدای پای سلندیان میاد. آقای سلندیان. بله آقای سلندیان. سلندیان زنه. چاش. از هوشت استفاده کن. چاش. بله من با شما تماس میگیرم. بله سعیدی هستم. سرگرد سعید. فرموندن که سرگرد سعیدی هستم. خیلی خوشبختم. مظاهری هستم. در خدمتم. هر روزتون انقدر راحت میگذره؟ خودتون که مشاهده میکنید کار ما هم سختی‌های خاص خودشو داره. بله شغل خیلی سختیه، مخصوصا برای شما خیلی سخت میگذره. من تو این شرکت چشم سوم حاج آقا. باید هم حواسم به کارمندا باشه دیگه. ازتون میخوام که امروز چشم سوم منم باشین تا بتونیم راحت‌تر دزدو پیدا کنیم. بله حتما. من امروز تمام وقت در اختیار شما هستم. خوبه. سیگار میکشی؟ نه نمیکشم. پیپ چطور؟ گاهی. بهنام جان مریض. من دوست ندارم. گرمیه. مهندس. حالا فهمیدم. چیو؟ میگم خدمت. سلام. این بوی اتکلونه. افتر شیو اتکلون نیست. من اتکلون نمیدم. برام گفتم تشریف نمیارین. چرا نیام؟ همینجوری. مهندس میدونستین دوربیناتو الان همه چی رو ثبت کردن؟ واقعا؟ جناب سرگرد اومده هاردو جمع کرده کلی فیلم کشته بیرون. خب تو چرا حالا پریشونی؟ من ولی قبول کنیم که دوربین نباشه کارگرا راحت ترن. عجب اتفاقاتی که داره میفته طبیعی نیست. میگم این پرونده رو امضا کن، همینجوری مونده. قربونت برم. این پرونده ناقصه. زن بدگناه ها. کی میگه ناقصه؟ آقای مهندس یه لحظه خواستم. چیه؟ آقای مهندس یه لحظه ببخشید. یه ده نمک نشناس پارچه‌های کارخونه رو با مارک خارجی میفروشن. ماجرا به هر حال مشکوکه. من باورم نمیشه. بله آقای مهندس بعد از این بساط دزدی دیشب آقای نوری به این پرونده که زیر دست من خیلی مشکوکه. دستم به دامنت یه کاری بکن. حالا تو چرا اینقدر نگران آقا نوری هستی؟ تابلوی دیگه این پرونده از دید من تاییده. از دید شما هم تایید بشه شکش برطرف میشه. برطرف میشه؟ برطرف میشه. دوربین رو تو ها حواست به کارات هست یا نه؟ میخوای کجش کنم میبری؟ برای من فرق نمیکنه. هر کاری میخوای بکن. من کار نمیکنم.
کجایی؟ میگم چقدر دیگه کار داری؟ دو دقیقه. جناب سرگرد بفرمایید، دفتر مهندس هم اینجاست. سلام. سلام. چه خبر؟ خبر این که بالاخره لیست قیمت رو براتون آپدیت کردم، منتظر تایید شما. پسرتون هم داخل بسید که باتون کار کنه. آقا مانی پسر عزیزم به یکم ماچت کنم بغلت کنم. بو میکنی؟ معلومه خیلی جامون خالی بوده. معلومه خالی بوده. من شک داری؟ مهره مار دستت افتاده. مهره مار؟ تو اصلا میدونی مهره مار چیه؟ بالاخره فضا اومده دستت. شیطون رفته تو جلدت. خانم عبدی مدارکش آورد؟ بله الان میارم. بیارش. مالی آقای محمدی هم هنوز تصفیه نشد. یه دقیقه واسه. جان. سوالی دارم. شما بچه بودی با بابات چجوری صحبت میکردی؟ جان؟ بچه بودی قد مانی بودی با پدر چجوری حرف میزدی؟ راستش من با پدرم رابطه‌ام خیلی مؤدبانه و دوستانه بود. اصلا رابطه پدر دختری نبود. بفهم. ببین منم میخوام رفیق باشم ولی فازم با فازش فرق میکنه. ببخش. بفهمید. مانی جان پسرم من باید با تو خیلی حرف بزنم. به یکم قدم بزنیم. اولین چیزی که باید یاد بگیری احترام به دیگرانه. باید مؤدبانه صحبت کنی نه اینکه هم آقای مهندس ببخشید آقایی از پلیس آگاهی یا نیرو انتظامی نمیدونم کجا اومده که با شما کار داره. خب بری با آقا صحبت کنی با نگفت با شما کار دارم تفنگم هم باشه. بیان تو. اشکال نداره؟ نه آقا شبی پایینه این مرغ مینا داره صدای گرگ در میاره جالبه برو ببین. بله بیا باش من میرم دنبال نخودسیا. فکر کن منو پیچوندی تو. با کی داشتم صحبت میکردم؟ سلام بفهمید. سلام. حال شما چی؟ سلام آقا. سلام. 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 مهندس یکی از افراد منظم این شرکت هستن. جناب مهندس جناب سرگرد چند تا سوال از خدمتتون داشت. متشکرم. خواهش می‌کنم. شما دیشب اینجا بودین؟ که چی؟ لطف کنین سوال منو با سوال جواب ندین. سوال نکردم. که چی آخرش علامت سوال داره؟ بله دیشب خونم بودم. فکر میکنم شما از اتفاقاتی که افتاده بیخبرین درسته؟ نه کم و بیش اطلاع دارم. خب شما دیشب چه ساعتی از شرکت رفتی؟ حدودای 6 بود. شرکت که ساعت 4 تعطیل میشه شما چرا ساعت 6 تشریف بردی؟ بله من یه سری کار داشتم برای ترفیعم ارتقا و اینا هم باید میموندم. لیست تمام کارهایی رو که از دیشب تا به امروز انجام دادین تا 1 ساعت دیگه لطف کنین به من تحویل بدین. به رئیسم میدم. امروز به منم تحویل میدین. در ضمن تا اطلاع ثانوی شما و کارمندای دیگه حق خروج از اینجا رو ندارن. برای چی؟ لطفاً بذاری سر جاش. مراقب مهندسه. شما اینجا چیکاره ای؟ من اینجا مسئول حراستم. مسئول حراستی که دیشب اینجا دزدی شده است؟ احمدی بله قربان. بیرون.
سلام آقا، الان میام خدمتتون. دوستی بلوبری چی میکشی؟ حتی انا پرتقالم خوبه خنکت میکنه. دوست ندارم. دوست نداری؟ نه. لابد قهوه خوری ها؟ خب یه قهوه کافه بذاریم، نظر چیه؟ نه خیر. من فقط با کسی میرم کافه که قراره با هم ازدواج کنه، با هر کسی نمیام. ای جون خوش آمد خوش آمد. پس تو از اون آدمایی هستی که بدون گواهینامه پشت فرمونی میشی. مشکلی هست؟ نه دیگه مستقیم عروسی. خنده ولی چیه؟ اینو امضاشو گرفتم میخوام بایگانی کنم. این کابلای بی ان سی چی شد؟ داری؟ کابلای بی ان سی از قبل کار گذاشتم های تابلو. خب آقای مهندس ببخشید بعد تو اتاق شما دوربین کار بذاریم. نه بی خود نکنید. حاج آقا توکلی گفتن. من خودم باشون صحبت میکنم. تو اتاق من کسی نره. باشه چشم. بی خود میکنی من اینجوری زایه میکنی. کابلای بی ان سی کار گذاشتم. مهندسی 3 ماه یه خدمت تمام بشه میخوام عین شما یه زندگی لاکچری را بندازم. من زندگی لاکچری دارم. دیگه این همه دم دستگاه این همه چیز میذاری. این دفتر دستک محل کاره چه ربطی به لاکچری داره؟ من نم دارم دیگه آرزو به دل نمونه. ببین آرزوات عوض کن. اینجوری در سطح مادیات خودتو قرار نده. آرزوهای بلند پروازانه تری خلبانی چیزی اون زمین میخوای راه بری که چی آخه من چیکار میکنم؟ من از این دفتر به اون دفتر شما هم که ما رو کمک نمیکنی. من خودم 2 تا پا دارم مثل شما، 2 تا دست دارم مثل شما، کار میکنم عرق میریزم تا بتونم یه روز یه منشی مثل شما داشته باشم. فربود پدرمو در آورده. شماره ما از پرونده‌ام برداشت دم به ساعت پی ام میده. بابا لاغت جوابشو بده، گناه داره. ولم کن جان هر کیو دوست داری. همه رو برق میگیره ما رو چراغ نفتی. نرگس جانم یه چیزی میخوام بهت بگم. یه دقیقه گوشتو بیار. خاک تو سره. نمیدونم چیکار کنم. به نظر اینجا دوربین داشتن؟ نمیدونم. حاج آقا هستن؟ بله منتظرت. گیرم که این دوربینا ضبط نمی‌کردن. تو تا قیامت باید این کاراتو انجام میدادی؟ حاج آقا با خودم هم مقصر نیستم. به پیر و پیغمبر من مقصر نیستم. 100 دفعه به همشون گفتم من با گوش شنوا نداشتم. گفتم خودتون رو معرفی کنین کارگزینی. نه حاج آقا تو رو خدا این حرفا نزنی. حاج آقا من خرج یه خانواده رو میدم. همین یه بار منو ببخشید. لا اله الا الله. اگه یه بار دیگه این اتفاقا بیفته هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. برو به کارت برس. حاج آقا خدا خیرت بده. شلو سایت بالا سر خانوادت همیشه بمونه. حاج آقا میشه یه سیب بردارم. بفرمایید. دستتون درد نکنه. آقای جلالی آره این بچه مهندسه؟ میتونی بیای واتساپ؟ اصلا بهش نمیخوره. من فکر می‌کردم الان حداقل 20 سالش باشه. خانم محمدی این که بچه خود مهندس نیست، از یکی دیگه رسیده به مهندس. یعنی مهندس زن اولش رو طلاق داده؟ آره دیگه همینه.
چه بچه شیطونی هم هست. از صبح دارم فیلمایی رو که دورینا ضبط کردن نگاه میکنم، شاید سرنخی از دزدی دیشب پیدا بکنم. تازه میفهمم اینجا چه خبره. دوربینا من کار میکنن؟ آره کار میکنن، ولی اون چیزی رو که باید ضبط بکنن نکردن. فقط یه دوربین ضبط کرده که پخشش مشکل داره. گفتم روش کار کنن، شاید بتونیم تصویر رو ببینیم. ای بابا عجب. ولی تا دلت بخواد سوتی از این و اون تو این فیلم ها هست. چه سوتی؟ تازه میفهمم خانم دور هم جمع میشن چیه کارا که نمیکنن. استغفرالله این خانم. خدا رو شکر این فیلم ها گیری نااهلش نیفتاده. بله پیش شما باشه امنه. بهنام تاییدیت رو از هیئت مدیره گرفتم. خیلی متشکرم خدا رو شکر. خب امروز تو فیلم ها داشتم میدیدم. حسابت پاکه. جنتلمن میری جنتلمن میای. خیلی لطف داری این نظر لطفتم. گفتم حکم تو بزنم. از همین الان دیگه معاون بنده هستی. به نظر من معاون یعنی چشم آدم. از این به بعد هر کی انگشت تو گوش تو بکنه یعنی چی؟ یعنی انگشت تو چشم من کرده. خیالتون راحت باشه حاج آقا. از بچگی هیچکی جرأت نکرده تو گوش من انگشت کنه. تو بچگی خیلی اتفاقا میکنه داره بیفته، اون مهم نیست. حال مهمه، حال افراد. آجا سوال دارم. لازمه توی اتاق من هم دوربین نصب بشه؟ بله نیازه که همه جا باشه. این به نفعته. انگشت اتهام کمتر میاد به سمتت. اینجا هم دوربین نصب میشه؟ آقا محسن چونم ازتون خواهش کنم دم دقیقا نین اینجا نشین، آبر من اینجا رو بقیه نبرین. جون آقا محسن، نه به اون خنده هات، نه به این تایپ کردنات. چی شدی رفی؟ چیزی نشده که نمیخوام جلو بقیه تابلو بشم همین. خیلی واردی ها. اونجوری نگاه میکنی دل میبری، اینجوری خیلی جدی تایپ میکنی. الان بدون میخندم پر رو نشی یا اگه یه دفعه دیگه بی دلیل بیای اینجا بشینی هرچی دیگه چشم خودت ببین وقتی میخندی انگار من رئیس شرکتم، انگار دنیا مال منه. حالا پاشو جمع کن برو تا رئیس شرکت نیومده بیرونت نکرده پاشو. یا احساس کردم الان رئیس این شرکت منم تو منشی. البته که من نمیذاشتم تو منشی باشی، میذاشتم تو سرم تو رو. پاشو جمع کن برو پاشو الان میام. تو اینجا چی کار داری همش اینجایی؟ من که خودت کار نداری. بله آقا منم همش بهش میگم وقتی کاری نداری برای چی اینجا میشینی مزاحم من میشی؟ پرونده شریفی رو میخوام. حال میکنی ها، رفتی اون تو از هیچی هم خبر نداری. نمیدونی تو شرکت چه خبره. توکلی تا دزدو پیدا نکنه که دست بردار نیست. اما خودمونی ما دزد دست خیلی رو تو شرکت رو کرده. میدونی اینجا کجاست؟ خب اتاق بایگانیه. هر اتفاقی قرار تو شرکت بیفته اول نامش میاد اینجا. برو وقت من نگی. بیام کف کاتب مالم؟ از کی تا کف مال شدی؟ بعدم میاد آقای مهندس دوربین نصب میکنن به آدم نمیگن. من خوندم آمار دارم جز قانونه. هر جا دوربین نصب میشه بعد زیرش نوشته بشه این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است نقطه. چرت میگم؟ عجب. بله. اومدی اینو بگی؟ این تو فکر میکنی منم آره؟ فکر نمی کنم، یقین دارم. مهندس چه یقینی؟ چرا اینقدر بنگیر میدی؟ واقعا تو چرا؟ به من نگاه کن. به این پرونده نگاه کن. مهندس یه امضا پایین پرونده بنداز، پرداخت شه، تموم شه، بره. حرفشم نزن. این بابا خیلی به کارمون میاد. این کارخونه نخ فقط یکی از کارخونه‌اشه. میخوای رشوه بدی؟ یعنی واقعا به میاد. برو سر کارت. کار من فقط همینه. یه امضا. از اون گذشته امروز کارخونه تعطیله. خودت که میبینی اوضاع رو. به. چایی با کشمش فاز میده ها.
من حرفی دیگه ای با شما ندارم. خواهش میکنم. به سلامت. رفیق. بفرمایید. بهنام جان، بهترین موقع است تمامش کن. بفرمایید. کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. سلام آقای مظاهری عزیز، احوال شما؟ بله مخلصم آقای مظاهری. چشم آقا، همین الان میبینم. قربان. وایستا ببینم. دست تو بکش. عوضی آخرین بارت باشه هر جا میشینی بگی من رشوه میگیرم ها. کی من؟ نه من. چه خبره تا اینجا رو گذاشتی سر کار؟ سلام جناب سروان. سلام. خسته نباشید. این آقای نچندان محترم هر جا میشینه پشت سر من نیشان میواپه. میگی من رشوه میگیرم، زیر میزی میگیرم. مدرکی داری به حرفت؟ مدرک که نه، ولی میدونم میگیره. خب تو الان داری بهش تهمت میزنی، این میتونه ازش شکایت کنه. خدا پدرتو بیامرزه. اگه شکایت کنم ببین این تا بخواد بره شکایت کنه گندش میزنی بیرون. آقا برید خودت هم قضیه رو فیصله بدید. بفرمایید. میام پشت زندان واسط کامپیوتر میگیرم. دفعه آخرت هم باشه که پشت سر من زره یا مفت میزنی. چه میشه رد بشی از کوچمو یه جوری میره. چی کار میکنی؟ ببخشید مهندس، ببخشید. موهات کوتاه کن زیر پاتو ببین بچه. ای وای. ببخشید معذرت میخوام. ببخشید مهندس. بفرمایید بریم اینا رو امضا کنیم. حواستو جمع کن دیگه. آقای مهندس. ای وای چی شد؟ هیچ. بشین. خوب میشه. چی کار کرد؟ بذارید من براتون بتکونم. دستتون بیارین پایین ببینم. میخواین فوت کنم؟ بیا فوت کن. بذارین. خوبه؟ ببخشید. مزاحم نمیشم. خدا. چی رفت؟ بلند شو این بابا حرف در میاره. میبینم صورتمو تو آینه با لبی خسته و به بار اضافه خالی شد. خسته نباشی. شکلات بدم حالشه. با اون دستا نه، بذار تو جیبت. نمیخوام آقا، نمیخوام. خیلی هم دلت بخواد. محسن میدونستی که مهندس و افسانه آره؟ یا نشوی من تو من قطعه دارم بهتون قطعه میدم صبر کنید. چشتون خوب شد؟ آره بهتر شد. میخوایم بازم بریزم. نه خوبم. بکنم من با برگردم چون خانومتون اومده. نقطه ضعف گیر آوردی. نه این دفعه دیگه. اینجا چی کار میکنی؟ مگه ادارت کنفرانس نداشتی؟ سلام. سلام. نه کنسل شد جلسه. خب ببخشید مزاحمت شدم. چرا؟ چرا؟ همیشه منشید مشایعتت میکنه از بالا به پایین؟ نه ولی الان اتفاقی بود. همچنین اتفاقی نیست. تو دخالت نکن. برو بابا. ملیحه ببین فکر بد نکن. من توضیح خواستم داری توضیح میدی به من؟ چیزی گفتم؟ تو طوری نگاه کردی انگار صحنه دیدی.
نه برای خودم متاسفم. بدو از ترکیه بلند شدم اومدم آقا رو ببینم، بعد یه دفعه در آسانسور باز میشه، من مواجه میشم. آخه ببین دلم برای خودم میسوزه واقعا. با این همه خوبی ببین منو به کی فروختی؟ ببین هرچی بگم فایده نداره. من الان نمیخوام تو این جمعیت چی آبری خود حفظ کن، آبری من نگه دار، برو بالا بشین مثل خانم. من بیام جزئیاتو برات شرح کنم. برو زود بیا. زود میام. زود بیا. خیلی زود بیا. ببین مگه ما تو آسانسور حالتمون چطور بود؟ حالتمون جوری نبود ولی نمیدونم چرا انقدر خانومتون و پسرتون بد نگامون کردن. ما که کاری نکردیم. خانومه که کاری نکردیم. کاری کردیم؟ ما کاری نکردیم ولی خانومتون به ما شک کرد. ما کاری نکردیم. الانم داشت میرفت اتاق اینقدر عصبی بود جرئت نکردیم چیک بزنم. آقا مهندسی دفعه نریم. بیاین. خانومتون به شما که حرفی نزد. نه. تو نباید اون کاری میکردی. کدوم کار؟ نباید قطره تو اون وضعیت تو چشمم میریختی. من با منظور قطره ریختم تو چشم شما. تو اون چیزت افتاد ها؟ نه خیلی من اول اومدم تو آسانسور کیفم افتاد شما بشین من کنیم نشستم. جمعش کنید و همینجور که شما نشسته بودی من قطره رو در آوردم تکونش دادم گفتم سرتون رو بگیریم بالا این شکل. روبروی در بودیم و پشت در. اون معلومه دیگه. معلومه گرم زدی. منم جای اون بودم شهر میکردم. چرا اصلا وارد آسانسور شدی تو دفعه؟ من چه میدونستم درست اون لحظه که دارم قطره رو می‌ریزم تو چشم شما خانمتون از آسانسور میاد. کردی. غلط کردی. من چجوری این گنده جمع کنم؟ شما چرا قبول کردی؟ میخواست قبول نکنه. وقتی تو میای تو شکم من به زور میخوای توی چشم من قطره بریزی من چیکار کنم؟ در برم فرار کنم؟ ببین از من دارم بهت میگم اگه جلوی چشم افتادم مردم حق نداری به من دست بزنی ها. گفته باشم. چرا شما دارین من اینجوری برخورد میکنی؟ چجوری برخورد میکنم؟ تقصیر منه مگه؟ وقتی تقصیر منه. چطور اون موقعی که می‌خواستم قطره رو بریزم تو چشم شما خیلی آدم خوبی بودم. الان که خانمتون فهمید همه کاسه کوزا رو می‌خوایم بشکنین سر من. خوب این گریه رو ادامه بده این به درد میخوره. جایی بهتری پیدا نکردین؟ همه جای اینجا. سلام. سلام. مانی برو بیرون. ای بابا انگار این وسط من فقط اضافه. پاشو برو همین که گفتم. برو بیرون. چند وقت باشی؟ با کی؟ بگو خیالم راحت کن. چند گوش وقت کن باشی؟ ملیحه وقتی اطلاع نداری قضاوت بی خودی نکن. بهنام من دوستت دارم چرا نمیفهمی دارم سکته میکنم حالم بده. به جون تو به جون مانی هیچی نیست. بازم فرمایست معرکه وارد شد. بانوی زیبا همه جا قرمزته خیلی بهتون میاد باور کنید مهندس خیلی خیلی خوش سلیقه است. بفرمایین بفرمایین. گرمی میکنه ولی میخورم. نوش جان. خب آقای مهندس این پرونده این هم کشمش. من نمیخوام. چرا؟ خانم یعقوبی خانم یعقوبی بله آقای مهندس. شما برای چی اونجا نشستین؟ که هر کی سرش بنزه پایین بیاد تو؟ ببخشید چون ایشون همیشه بدون هماهنگی میمدن من فکر نمی‌کردم مشکلی باشه. معذرت می‌خوام. خیلی خوب برو سر کارت. با اجازت. خب چه حال چه خبر؟ بفرما. یه وقت دیگری. جانم؟ یه وقت دیگه صحبت کنم. ساعتی داره تموم میشه. یه امضای ساده است. این پرونده من اون پرونده نیست. نه دیگه. بود. الان یه پیوست داره بهش نگاه کنید. چه عجله پرونده؟ عرض کردم که یه نگاه کنید بعد امضا بشه. امروز بعد امضا بشه.
میبینی تو رو خدا رفیق باشی و هی اذیت شی. میخواستم یه مطلب خیلی خیلی مهم رو خدمتتون عرض کنم. بله. چیزی شده؟ از چیزی نگرانی؟ آره نگران آقای مهندسم که آبروش رفت. خیلی نگاه با جدی بودن مامانم نکن. منطقیه. زود کنار میاد. واقعا؟ راستی تو با بابا چقدر رفیقی؟ رابطم اینجوریه که هر وقت دلم تنگ شد زنگ میزنم حالشو میپرسم. خوش به حالت. چرا؟ تو مگه رابطت با بابات خوب نیست؟ کدوم بابا؟ بهنام بابای من نیست که. واقعا؟ بابام خیلی وقت پیشم مامانم جدا شد. تا یه بارم سراغمو نگرفته. شما خوبی؟ خوب شد اومدید. جدی؟ میخواستم به مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. جدی؟ بله. مانی خیلی درسش خوبه. چند تا خداحافظ. با اجازت. قربونت برم من. اول آخر پیداش میشه. قصه نخور. تو اینجا چیکار میکنی؟ من کار نداری. کارتو بهتری اومدی بالا دوباره؟ ببینم تو با بهنام ماجرایی داری؟ ماجرای مالی پرونده ها رو میگی دیگه. آره کی حرف زده؟ به 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 به. انجمن منشیان محترمه. میبینم که جمعتون جمعه. اخ نکن خانم، اخ نکن. من هر چی دیدم و دیلیت کردم. مانی همیشه زنده بمانی. چی گوش میکنی؟ بهنام بانی؟ ماشاءالله چی پسری ماشاءالله. بشیر بگی پسرم خوشمزه است. مرتیکه روانی. کی حرف زده؟ محسن گفته از اسفندیار شنیده. میمردی زودتر میگفتی بی برو تو اتاق. بودو عزیزم. چه اینجوری کرد؟ خاک تو سرت کنم پسر بهنام. نه زهر ما هرچی بهت اشاره میکنم دارم تو با میکنی جلو بچه همه چی رو میگی. خب یه جوری اشاره کن بفهمم. الان محسن کدوم بوریه؟ ببخشید آقای مهندس، میخواستم راجع به یه موردی باهاتون صحبت کنم. کاریه، یه لحظه لطفاً تشریف میارین؟ بفرما. کار دست از سرمو بر نمیره. نوری دارم. به 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 محسن خان. آقا خسته نباشید. چطوری تو؟ حالا این چیزی که بهت گفتم که باور نکردی. چی؟ همین قضیه بهنام افسانه دیگه. تو ای بابا نباید صحبت میکرد عشقم. برای چی؟ واسه اینکه این همه من حرف درست حسابی میزنم تو باور نمیکنی. اد این حرف آخری باور کردی؟ وقتی میگی این دوتا آدم با هم رابطه دارن یعنی با هم رابطه دارن. آقا رابطه ندارن دیگه. بعد لامصب تو یه جوری میگی آدم نمیتونه باور نکنه. تو فرض کن من چرت گفتم ها، اصلا باور نکن. میخواستم امتحانت کنم. امتحانت چیه؟ میزان دندقی تو. البته میدونم که تو دهنت خیلی قرص‌تر از این حرفاست. نه بابا من همچین دهنم سفت و درس درست حسابی ندارم. به کسی چیزی گفتی؟ زیاد دارم. یعنی چه که زیاد نه؟ من به 2 نفر گفتم. تو غلط کردی؟ تو بیجا کردی؟ داره فوت میدی؟ زهر اصلا سننه. ای بابا. کارتو کن آقا. ببین منو. به پا من رزقن نگیری. بابا. آره به خدا خیلی دوست دارم بیام تولد. من چیکار کنم؟ در شرکت رو بستن نمیذارن کسی بیاد بیرون. آره لغت کن بس نمیذارم. خانم شما چرا سر کارت نیستی؟ ببخشید بفرمایید سر کارتون. شما وقتی میگی خانممون توی چرا میای تو؟ بعدش میگی مورد کاریه. مگه ما جز کار دیگه میکنیم؟ آقای مهندس من در زدم اومدم تو دیدم خانمتون نشسته انقدر هول شد اصلا نفهمیدم چی گفتم. شما که نمیدونین چی شده. چی شده؟ این خانمه که الان اینجا بود این منشی دفتر حاج آقا نوریه. اومده اینجا میگه که محسن گفته که من و شما یعنی حرف درآوردن برامون تو شرکت. کی به محسن گفت؟ اسفندیار. لعنت به
اسفندیه. چیکار کنم؟ بهنام آقا مهندس این پرونده ها رو چک کنین، اگر درسته که من بایگانیشون کنم. این هست، بفرمایید. چند تا پرونده بود، بعد ایشون چک میکردن که بایگانی کنم. خانم به خدا من با بهنام هیچ صنمی ندارم. تو خودتون بهش میگی بهنام؟ من گفتم بهنام؟ من چون شما رو دیدم هول کردم گفتم بهنام. من همیشه میگم آقای مهندس. من الان چیزی گفتم داری توضیح میدی؟ نه خب چون من صداتون رو از پشت در شنیدم گفتم بهتون توضیح بدم که یه وقت اشتباه فکر نکنی. از پشت در؟ این در عایقه. عایقه. خیلی گوشات تیزه. خانم من همش بهشون میگم مهندس. با افسانه رو فیس تو فیس چی باورم کنی؟ میگم خودم ندیدم به هم گفتم. سلام آروس. تو چی گفتی پشت سر من؟ من چیزی نگفتم مهندس. فکر میکنی میذارم با آبری من بازی کنی؟ مگه من چیکار کردم مهندس؟ چی کار کردی ها؟ چی بهت گفتم یادم؟ حرف بزن! من چیزی نگفتم مهندس. چه خبره؟ این سر صدا برای چیه؟ آجا من از خیر هر مقام و منصبی گذشتم. من هیچی نمیخوام. یعنی هیچی نشده دارن تهمت بارونم میکنن. تهمت؟ چه تهمتی؟ بدترین تهمت دارن به من میزنن. تهمت اخلاقی میزنن. آقا به خدا تو حرف نزن. توضیح بده ببینم چه اتفاقی افتاده. چجوری بگم آخه روش نمیشه. میگن من با منشیم رابطه دارم. چی؟ بله تمام شرکت رو پر کردن. تا پشت سر شما حرف میزنم. راجع به من؟ راجع به من چی میگن؟ چی میگن؟ بگو چی میگن؟ حاج آقا به خدا من دیگه در مورد شما هیچی نگفتم. پس راجع به ایشون گفتی؟ من چیزی نگفتم. حاج آقا به خدا من هیچی نگفتم. خانم شما بگین. ایشون چی گفت؟ نه ترس حرف بزن بگو. چرا باید به ایشون بگم؟ من چه میدونم احتمالاً با خانوما راحت تره دیگه. آخه مهندس این چه حرفی میزنی شما؟ به تو در این رابطه چیزی گفته شده؟ به شما نگفت چیزی؟ میشه من چیزی نگم؟ فهمیدم. دیگه نمیخواد چیزی بگی. به چند نفر گفتی؟ حاج آقا به خدا قسم نخور. به چند نفر گفتی؟ میری به همه کسایی که گفتی تک تکشون رو پیدا میکنی بهشون میگی که دروغ گفتی. از ایشون هم حلالگت میطلبی وگرنه اخراجی. میدم به نماینده حقوقی شرکت ازت شکایت کنه به جرم تهمت و افترا به مدیران. شیرفهم شد. صدای شنیدنشو نشنیدم. بله. حالا گورتو گم کن. دیگه نمیخوام ریختتو ببینم. بعداً میخوامت باهات کار دارم. مهندس حالا نکن. الان صبر کن. کافی نیست. پیشنهاد میکنم قربان قدغن کنین تا اطلاع ثانوی با هیچ خانمی حرف نزنه. شنیدی که؟ تو محرم هیچ کی نیستی. بفرمایید. بهرام جان بفرمایید. قطاری که حرکت میکنه بهش سنگ میزنم. این تهمت‌ها به تو نمیچسبه. منم اونقدر خام نیستم که هر کسی هر چی گفت قبول کنم. حالا با قدرت برو به کارات برس. از حمایت شما متشکرم. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرما کاراتو انجام بده. شما هم بهتر کاراتو درست انجام بدی. به تهمت‌ها گوش ندی. ای بابا اینجا هم که کلی سیم میخواد. بعد بالا سیم کشی کنه. میتونم ازت این سوال بپرسم؟ بپرس. میگم همه اتاقای اداریشان بالاست. شما چرا انقدر زیری؟ همیشه همینجوری بودم. یعنی چی همیشه همینطور بودم؟ یعنی از پایین به بالا آدم ها رو نگاه میکردم.
معادلاتت به هم خورده چون اونا از بالا به پایین نگاه میکنن شیطون. جوابش منطقیه دیگه، چی بگم؟ شفیق سیفی اومد. اسکاشو بگیر، اسکاشو بگیر. سیفی؟ بله. یه لحظه بیا اینجا. چیه؟ تو میتونی همین الان منو با 2 دست بلند کنی؟ تو رو؟ آره. نه بابا نمیتونم. دوست داری من همین الان تو رو با 2 دست بلند کنم؟ تو میخوای منو بلند کنی؟ آره بابا میتونه بدنسازی رفت. چه شده بابا؟ بوسم نکنی ها. شفیق! شفیق! ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی خرجوری ها. برو برای بچه الله تعریف کن. ماشاءالله خیلی خرجورا. کجایی پسر اینقدر صدات زدم؟ سلام بارنس پس غلط کردم. تو میدونی دوربین آسانسور کار میکنی یا نه؟ دوربین آسانسور من دوربین داره. برو بابا. بهنام مهندس چی شده؟ بدبخت شدم. چرا؟ آسانسور دوربین داشته. یعنی چی دوربین داشته؟ دوربین داشته دیگه. یعنی از ما فیلم برداری کردن. ضبط کرده دوربین. من که اوزان بدتر از شما، چرا اینجوری میکنی؟ تو شرکت که بپیچه به من عین میچسبونن. شما مجردی خانم. آقای مهندس این اصلا از کجا معلوم دوربینا ضبط کرده باشه؟ دوربینا تازه راه افتاده، شاید اصلا سیستمشو نداشته باشه هنوز. شاید ها. میگم اگه پخش شده بود تا الان حداقل 2-3 نفر دیده بودن دیگه. تو شرکت ما که خبرات 2-3 روزه پخش میشه، وقتی کسی چیزی بهمون نگفته یعنی هیچکس ندیده دیگه. از که اینجا کار میکنه. برو تحقیق کن زود باش. این دوربینا کار میکنن؟ الان مشکل من دقیقا همینی که اینا کار میکنن، اما خوبیش اینه که صدا ضبط نمیکنه. خانم شما خیلی خانم با شخصیتی هستی. مرسی. الان جواب این جمله من مرسی نیستا. من خیلی از شما خوش آمده. آقا رفیق یه آمار بگیر ببین کیا تولید ما رو به اسم جنس خارجی میفروشن. آره عزیزم. او یاده دیگه. آره همه میشناسن. خداحافظ. بده من بینم. ساناز کیه؟ ساناز کیه؟ مامان نه خانم ساناز، یک بار دیگه با پسر 13 ساله من تماس بگیری نابودت میکنم، پیدات میکنم هر جا که باشی. چرا نکن؟ این خانم کیه؟ چرا هر کاری خودت دلت بخواد میکنی؟ با هر کی بخوای میکنی. خفه شو. خانم ولش کن بچه هست. ولش کن. بچه هست؟ این خرس گنده بچه هست؟ اومده که مسافرت با دوستات برات مهمه، من برات مهم نیستم. اومده که رنزه داره این برات. خفه شو بیا باز گمشو ببینم. برو گمشو ببینم. گنده تر از دهنش حرف میزنه. اینه اونی که ادب کردی. ببین چی تربیت کردی. تو کدوم تحویل بزرگ شد این پسر احمد. آی مهندس دست شما درد نکنه.
همتون احتیاج به اصلاح و تربیت دارین، همتون. بیا. من آب میخوام چیکار کنم؟ بالا سر زندگی باش. گرفتاری شدیم ما. خب اینا بزنید تو سیستم. بله فاکتورها تایید شد. الهام اینجا اینا رو بده به حاج آقا نوری، بگو فاکتورای دیروزه. باشه. ببین چی شد؟ تونستی در لقیه که محسن کرده باشم؟ آره بهنام رفت با حاج آقا نوری حرف زد. خب ببین ولم کن، کلی کار دارم دیگه، برو سر کارت. مامی من ازت معذرت میخوام پسرم. من نمیدونم چرا اینجوری شد، قربونت برم، ولی تو هم قبول کن کار اشتباهی کردی. وقتی که من برات مهم نیستم، وقتی که نه خواهری دارم، نه برادری دارم، نه دوستی دارم، من چیکار کنم؟ عزیزم چه من برات مهم نیستم یعنی چی؟ یه نفر تو این زندگی برای من مهم باشه مطمئن باش اون توی پسر من. میخوای بفرستمت چند روز بری پیش مامان اسما؟ بهت خوش میگذره قربونت برم. منو نگاه کن، منو نگاه کن، منو نگاه کن. چند روز برو اونجا، خب بعد میام دنبالت دوباره برات میگردونم. گریه نکن دیگه. نمیشه نه. اینو بزن. محسن بیا تو اینجا چیکار میکنی؟ آدم باید حرف بزنم. تو برچی به من تهمت میزنی؟ آدم کسی که دوستش داره باشه اینجوری تا میکنه؟ چه تهمتی زدم؟ بعدشم تو چی جواب منو دادی؟ هرچی. وقتی کسی رو دوستش داری حتی اگه بهش نرسی هم نباید بعدش رو بخوای. ببین من برای بهنام دارم، کارش میکنم. آبروی منو میبری. دیگه آقای محترم یه لحظه تشریف بیارید. بیشور. اینو نگاه بکنی. این الان باید پلی بشه، چرا باز نمیشه؟ فکر کنم مشکل نرم افزاری داره. ببینم. یعنی شما این همه دوربین اینجا وصل کردین یعنی هیچ، آره گندشو در آوردیم. آقا ما چند ساله واقعا با این دوربینا کاری نداشتیم و از هفته پیش شروع کردیم به ضبط کردن. سرگرد ببخشید، من تمام این تصاویر این دستگاه رو ریختم تو این هارد و میبرم شرکت خودمون بتونم اینا رو باز کنم و فایلای بهتری با تصاویر و کیفیت بالاتری خدمتتون بدم. من میخوام بدونم اینجا اتاق بخور و بخوابه؟ شده میگویم مهندس. چیکار کردی؟ همه فیلم ها رو ریختن رو هارد اکسترنال دارن میبرن. فیلمای امروز؟ فیلمای امروز و فیلمای قبل و هر چی که فیلم هست. بیچاره شدیم. این سرگرده میخواد هارد رو برداره ببره یه کپیش هم بده به محسن. بی‌آبروشی. بی‌آبروشی. چیکار کنیم؟ آقای مهندس دیگه من یه فکری کردم. چه فکری؟ رفتم پایین دیدم که تو اتاق هیچکی نیست، هاردم رو میزه. ما میتونیم یه آدمی رو پیدا کنیم که بره هاردو برداره ببره. خودت میتونی این کار بکنی؟ من میترسم. ترس برای چی؟ ببین اونجا کشیک بکش، وقتی دیدی کسی نیست یواشکی برو برده بیار. من جرأت نمیکنم. چیکار کنی؟ آقای مهندس ببین من یه فکری کردم. چه فکری؟ مواظب باشین بهتون بگم به منطقیه. این نصابه پایین رو پیدا کنیم، به اون بگیم هاردو برداره بیاره بده به ما پاکش کنیم. تو گفتی اونم این کاری کرد. خب من چه میدونم یه جوری راضیش کنیم که هاردو به دست اون برسونه دیگه. چجوری ردش میکنی؟ من نمیدونم اونش با من، شما بینش کاری نداشته باشی. اگه رفت تو رو لو داد چی؟ چرا باید لو بده؟ وقتی خودش هاردو برداشته یعنی پای خودش گیره دیگه. با حرفی ندارم میتونی با این کار بکن، ولی پای منو وسط نکشی. چشم براتون راحت برم. برو. فقط بگو یکی بیاد این خورده شیشه ها رو جمع کنه. بله چشم.
خیلی ممنون آقا، لطفا درم ببندین. بنام جان، رفتم با مانی صحبت کردم، ازش عذرخواهی کردم، فرستادمش بره پیش مامان یه کمی آروم شه. چه کار خوبی کردی؟ خودت هم باش میرفتی. خب نه من نمیخوام برم. برای چی؟ برای اینکه میخوام با تو صحبت کنم. صحبت دلم میخواد با هم راحت باشیم، تنها باشیم، یه کمی حرف بزنیم. راجع به چی؟ یعنی چی راجع به چی؟ راجع به کی میخوای صحبت کنی؟ اون دختره؟ بابا اون طفلکی خاطرخواه داره. میگی نه؟ یه مدت در نظرش بگیر ببین درست میگم یا نه. یعنی شما دوتا با هم تو آسانسور؟ آخه کدوم احمقی تو آسانسوری که دوربین داره یه کارایی میکنه؟ خب پس بگو خیال منو راحت کن دیگه. چی بگم؟ من واقعا نمیدونم چرا اصلا امروز یه جور عجیب غریبی رو تو حساس شدم. هیچ وقت اینجوری نبودم. واقعا نمیفهمم، با همه گند اخلاقیات، با همه عذابهایی که به من دادی بهنام، چه نمیخوای بفهمی من دوست دارم. دیر فهمیدی ولی به موقع فهمیدی. ازم نزدیک نشو، اینجا دوربین داره. بله. ببخشید میتونم اسمتون رو بدونم؟ الان یک کاره اومدی تو اتاق من اسممو بپرسی؟ آره. خب تو فکر کن افسانه. الهی من همیشه دوست داشتم مثل خانمم افسانه باشه. خانومه؟ یعنی تو با من قصد ازدواج داری؟ حالا یه فکرایی نگو میکنم. اینجوری، منو سکته میکنم میفتم رو زمین. وای تو لباست اومدی چی میشی؟ یه کت شلوار مشکی براق بپوشی، موهاتو برام بدی، این بر من میمیرم. خدا نکنه. بعد همین لحظه که تو آسانسور منو دیدی عاشقم شدی؟ آره. آها، عشق توی نگاه. وای چقدر خوب. یعنی هر کاری ازت بخوام برام انجام بده. هر کاری که تو بگی واسه انجام میدم. هر کاری. آره. ببین چون گفتی عاشقم شدی، منم خیلی ازت خوشم اومده دارم بهت میگم، وگرنه به هیچکی نگفتم. چی رو؟ من یه کار بدی کردم جلو دوربین که اگه رئیسم بفهمه خیلی برام بد میشه. چی کار کردی تو؟ نمیتونم بگم دیگه، ولی اگه بفهمن عشقتو اخراج میکنه. ببین چه گندی زدی دیگه. حالا نه دیگه در اون حد، ولی یه سوتی دادم که خیلی زایی است دیگه. یعنی واسه خیلی بد میشه؟ ببین تو میتونی یه کاری برام بکنی؟ چی کار کنم برات؟ ببین میدونی چی شدم؟ چند دقیقه پیش که تو آسانسور داشتم میرفتم پایین تو اتاق مانیتورینگ، دیدم خیلی تحویلتم نگرفت. فکر نکن ازت خوشم نمیاد. هم لحظه که دیدمت، از استایلت، کلات، موهات، یعنی قشنگ عاشقت شدم. تا اینقدر استرس داشتم که اصلا نتونستم توجه کنم. رفتم پایین دیدم فیلمای دوربینو دارم میریزن رو هارد اکسترنال. خب هیچی دیگه. تو اتاق که خلوت شد هیچکی نبود، آروم میری هاردو میپیچونی میری بالا پاکش می‌کنی میبری میذاری سر جاش. همین. من یه نصاب ساده‌ام، رئیس شرکت نیستم که تو هر اتاقی بتونم برم بیام. همین یه دقیقه پیش بودا برگشتی گفتی هر کاری ازت بخوام میکنی برام. دروغگو. تو کار درست و حسابی بخوام واسه انجام میدم، ولی تو رو خدا هارد از من نخواه. لکی لاف عشق نزن. بابا برو بابا. وایسه، تو کجا داری میری؟ اب نداره واسه انجام میدم. راست میگی؟ آره. خدا دیگه. رضا جان رضا، میگم مراقب خودت باش. جیگرت. یه کجا مونده؟ تو نمازخونه. یه چایی داری بریزی با هم بخوریم؟
مگه اینجا قهوه خونه است؟ حالا یه چای خواستیم دیگه، چرا ناراحت میشی؟ برو بیرون. چی گفتی؟ هیچ. برو گم شو. چرا بشتیدی؟ میخوام دوربینا رو چک کنم. چی شد؟ آوردیش؟ اینو بدش. نه دیگه. چرا؟ چشمک بزن. بی قربونات چشم. برو. آفرین، فکر نمی‌کردم این همه درنگ باشه. نه اینا 1876 تا فایله. بذاری من سرچ کنم بر حسب دیت، چون فقط امروز رو میخوام که به قبلش که کاری ندارم. چه ساعتی بود؟ چقدر زیادن. ببین از اول میریم یا از اول چی از آخر شروع کنیم نگار. از آخر شروع کنیم طول میکشه. من پسره گفتم الان میرم وارد بهت میدم. مول نشو، عجل نکن. شب کن. میخواین قسمت پایین رو دیلیت کنی؟ دور نیم ساعت بیرون واسه کشیک بده شادمان بتونم. نیم ساعت خیلی زیاده. میگم پسر منتظر هاردو بهش بدم. میخواین همه رو بزنیم دیلیت کنیم؟ من به این پسر میگم دستم خورد. نه اون لو میریم. پس یه کار دیگه میکنیم. من هاردو برمیدارم و برمیدازم با تیه آشغالای رستوران. دست به چیزی نزنی. الله اکبر. مهندس، من ساده از شما تعریف کردم. بیرون. بفرمایید. منتظر حرکتتون بودم آقای مهندس. احمدی. بله قربان. ببرش. بفرمایید تا خانم. بفرمایید. شما هم همراه من بیاین. بشین. بهنام بفرمایید. من میخواستم فایلی رو از اون هارد حذف کنم. تصویر من و خانم. فکر کردم شاید این باعث ببخشید. همش تقصیر من بوده. آقای مهندس اگه اجازه بدین کامل بهشون توضیح بدم چی نه شد. من خودم توضیح میدم. ببین قربان، کارگر داشتون بالا کار میکرد. گچ ریخ رو لباسم، تو چشم. داشتم میرفتم که آب بزنم به چشمم. خانم دوید که به من کمک کنه تو آسانسور به من نزدیک شد. بعد فکر کردیم این دوربین شاید طوری ما رو فیلم برداری کرده باشه که باعث سوء تفاهم بشه. گفتیم بریم این فایل رو از اون هارد پاک کنیم. اگه اسمش دزدیه ما این کارو کردیم. همین بیشتر نه. واقعا همش همین بود.
نگران نباشین، داره راست میگه. فیلمو پاک کنید. یعنی شما نمیخواین فیلمو ببینی؟ نه احتیاجی نیست. باشه، هر جا خودتون صلاح میدین. بفرمایید. لطفاً به کار خودتون برسید. خسته نباشین. متشکرم. چی شد؟ باز نشد؟ چرا؟ باز شد. این همون تصویر هست؟ نه. دست شما درد نکنه. میشه یه مقدار تصویر بزرگتر؟ بله بله بله. خوبه. متشکرم. خواهش میکنم. خانمتون تو اتاق منتظر. دست به من نزنی ها، اصلا نزدیک من نشو. خب حق داری. من اشتباه کردم. من یه حرکت اشتباهی کردم. نباید میکردم. ولی خودت که میدونی من همیشه به تو وفادار بودم، هستم. حرفم باور نمی‌کنی؟ تو خدا حرف نزن بینم، خواهش میکنم. مثل تو خودم باشم، مثل تو درد خودم باشم. دلم میخواد فقط این در این خراب شده باشه زودتر از اینجا بزنم بیرون، شکلتو نبینم. تو واقعا به من شک داری؟ چطور میتونم چیزی که با چشم خودم دیدم و گوش خودم شنیدم و شک نکنم؟ تو جای اون قبول میکردی؟ کار بچگانه کردیم. بله حق با شماست. کار بچگانه کردم. قاطی کردم. یه فکر آبرومو کردم. یه اتفاق افتاد. آبرو؟ بله. آبرو. یه خطای دیگه هم کردم. چی؟ پرونده‌ای که تخلف داشت من تایید کردم، پاچه امضا کردم. پرونده کارخونه نخ. آقای فندیار کلاهبردار. ببخشید خانم. کی گفت شما بیای تو؟ کسی نگفت، من اومدم باهاتون حرف بزنم. مگه حرفی مونده؟
خانم همه چی تقصیر من بوده، شما از چشم مهندس نبینید. توی این شرکت هیچ مردی با شخصیتی شوهر شما نیست. اینو از هر کس میخوای میتونیم بپرسید. واسه همین از رو به درش کردی؟ از رو به درش کردی یعنی چی؟ ماجرا اصلا اونجوری که شما فکر میکنین نیست. حالا اصلا دیگه برای من مهم نیست. برای من مهمه. من تا آخر عمرم عذاب وجدان میگیرم. اوه، پس وجدانم داری؟ خانم من میفهمم که شما الان خیلی ناراحتین، ولی منم برای خودم شخصیت دارم. پس بفرمین بیرون اگر نمیخوایم بیشتر از این بشنوید. باشه، میرم. اگه شما بخواید من حتی از این شرکت هم میرم، ولی اینجوری نه. یعنی آزمونی بود، فهمیدم من نمیتونم مدیریت کنم. مدیر باید اصول داشته باشه مثل شما. این چه حرفه؟ نمیدونم واقعا اگه من جای تو بودم مثل تو عمل میکردم یا نه. قضاوت سخته. نمیدونم صرفاً برای حفظ آبرو یا یه تصمیم درست. بهنام، ذره ای از اعتماد من به تو کم نشده. تو همون آدم قبلی هستی واسه من. میدونستم که شما همین حرفا رو خواهید زد. خوشحالم که مورد تایید شما هستم. به من اعتماد دارید. شما برای همیشه رئیس محبوب منید. حرفمو قبول کن. اگه رابطه شما اینقدر سطحیه که با یه سوء تفاهم ساده از هم میپاشه، من واقعا دیگه نمیتونم کاری بکنم. شما مربوط نیست. من اگه جای شما بودم به خاطر مانی زندگیمو جهنم نمیکردم خانم. شوهر شما فشار زیادی روشه، ولی اگه شما کنارش باشین همه چی رو تحمل میکنه. خود داره. ببخشید مهندس. بهنام، زندگی من و تو قبل از این ماجرا سرد بود؟ سرد بود؟ دوربین داره. دوربین داره؟ احمدی بیارش. بفهمید آقا اسفندیار، اصلا ازت انتظار نداشت. با این کاری که شما کردی انگشت چشم سوم آقای نوری. آقای چشم سوم، برو به کارت برس. بیارش احمدی. بله قربان، بفرمایید. میخوام اینو بدونی امضایی که تو پروندت کردم امضای واقعی من نبود، امضای کشکی من. آقای مهندس، اگر وساطت آقای نوری نبود پای شما هم گیر بود. آقا نوری خودشون خوب میدونن که من سر سفره پدر مادرم بزرگ شدم. احمدی ببرش. بله قربان، بفرمایید. تا روشن شدن این پرونده
شما و تمام کارمندا حق خروج ندارن. چرا؟ کارمند بی لیاقت نمیخوایم. نباید به پرونده پارچه ها دست میزدم. سر همه ندونم کاریات منم شریک جرم خودت کردی. خودم نمیدونم برای چی بهت اعتماد کردم. اعتمادی که هم آبرومو از هم گرفت، هم دختری که دوستش داشتم. فقط یه طبقه و نیم فاصله بین ما نیست. دنیای من با تو زمین تا آسمون فاصله داره. تو دل یه جوری جا کردی خودتو که تو چشیم دوتایی. یه لحظه خودتو ببین تو آینه مثل ستاره هایی. تو با فاصله از همه کس منی. آخه دیوونه تو جون منی. ازش یه چیزی ساختی که داری کل شهر